اینکه میگم شاهین نجفی میکنم، آقایون دیگه در جریان باشین، اینا هنرپیشن، اینا بازیگرن، اینا آزادن دیگه. اومدن یارو به اسم شاهین نجفی تو خارج کلفت، مردم به زیر اسم میان اقامت میگیرن. اون سالی که شاهین نجفی تو خارج قوقا داشت میکرد، ما نمک آبروز داشتیم کف تهرانی‌ها رو دزدی میکردیم. کف خب اون موقع گفتن شاهین نجفی رو آی نمیدونم بگیرین و بزنین، بودیم آقا این کیه؟ و این یه پسر از اندلیشی نیست، این آهنگایی میتونه پایه‌های من جفت کرد. این آقا یه حرف خوبی زد، این داستانی که ما با این فیمینیست اینا اتفاق افتاد، اتفاق که نیفتاد، درس کردم گوه اضافه خوردیم. وای سانس این آقا، این بچه تنهاست، داره زندگیش میذاره. درست گفت دیگه. دیدی یه سری از این اینفلوئنسرها رو که نشون میده اینا پول دارن فلان دارن، من وقتی که اینا رو میبینم اولین واژه‌ای که به ذهنم میرسه تنهایی. من تنها، اصلا کسی که تمام وجود خودشو، تمام زوایای خودشو مجبوره هی با مخاطب شیر بکنه، تقسیم بکنه، تنهاست، در رنجه. حالا من صحبت اینو میکنم، یه سری کسخل توهم دادن. چرا صحبتش میکنه؟ آره من صحبت میکنم بزرگ کسخلی آجی. یارو وارد 60 سال آهنگاش بیاد، من چیکاره من بکردم؟ مثال دارم میگم این بنده خدا درست مالشون. اون آقا این بچه اصلا دنیای خودشه.